سلام دوستان، مرسی بابت حمایتتون. آقا ویدیو قبلی رو 15 تا اینا لایک رسوندید. آقا ببین چه اتفاقی افتاد. من رفتم یه اکانت رندوم زده بودم، توش سویچ بلید گرفتم. نگاه کنید اصلا عشق کنید آجی. چه این اکانت واقعا، یعنی من خودم به شخصی تعجب کردم و حداقل یکی از بهترین شانس های اکانت جهان جستی گامتیک تونستیم در بیاریم. و من اکانت دیروز زدم، ولی اکانت خیلی سفیدی است. جلوتر بهتون میگم که بچه‌ها رفتیم اینو زدیم که اصلا این چیزمون نگذاشت، یعنی مهم نیست. بیاید بریم میگردونه سویچ بلده. این هم که مثلا من دیروز زدم هیچی باز بهم نداد. میگن خدا قسمت میکنه برای همینه دیگه، هیچی بهمون از اینا نداد. بعد امروز من این یه ساعت دو ساعت پیش اینا رفتم گردونه رو زدم، ببین چی شد. حالا اینو دارم گردش اول یا چه اصلا امکان نداریم، واقعا خیلی شانس میخواد. حتما اگه شما هم اگه همچین شانسایی اووردید به ما بگید که بچه این دقیقا رفت تو کرکتر اومد رو گران، رفت تو کرکتر اومد رو گران، تموم وایس رو تموم شد. گره ما فکر کرکتر میگیرم بچه رو هیدروکای هم میشد، ولی خب این میگه بهمون کمپاره داد. همونطور که داخل ویدیو میگه الان من دوباره دارم صدا زد میکنم. سری اول انقدر دایجان داشتم که اصلا صدا هیچی ولش شد. بچه این واقعا اکانت خیلی سفیدی هست و به زودی شاید سفیدهای دیگه هم هستیم. دی پی 50 هم حتی همین اتفاق براش افتاد و نایف گردونه اینا هم گرفت. خدا نگهدار تا ویدیو دیگه.